گفتم کم بیده اون جوی کار نیست که کار گفته باشن طرف دست از کردن قبول جواب قبول رحمت کنم بخشش هم اینو نام فامیلیتون دارن دولت و بختوار مردان طرف دست از کردن قبول جواب مرحبا. سلام علیکم. وعلیکم مرحبا. Hazır mı orada soğuk ikinci bir olsun. Tamam şu. Hızlı. Hazır mı orada soğuk? خوبی لکه. میشه رحمت. رحمت که. یکم خدمت بود. بابا که از دهات آمدیم کار گفتم اگر اون کار باشه که کار گفتم. کار گفتی؟ بله. یکم معلومات داری؟ معلومات میانه عمومی. میانه عمومی؟ بله. معلومات میانه محض باشد. وی در کارخانه ما فقط آدم‌های معلومات عالی‌دار در کار است. اگر معلومات میانه داشته باشی فقط کار همین قراولی است. معاش چند قدره؟ معاش 500 سوم 600 سوم معاشش هم خیلی است. میشه که همگی در کیسم 10 سوم دارم. شما پشت الکترونی دارید؟ پشت الکترونی نه ندارم. ندارید؟ نه. معلومات رو درباره کارخانه روان کنید شما شناس شوید و ما شما رو بیاریم. نه ندارم. خیلی نباشد تلفنتون رو تی؟ نه اگر تلفن ندارم. تلفن هم نداری؟ نه اگر. و چلی به نام به آدرس و به چی چلی من حیران میشم. نه اومدم که شهر همگی 10 سوم دارم درباره. تلفن نخریدم. ما چلی شما رو میبینید از دیوار باشید یه رقم تلفن دارید نه پشت الکترونی دارید. و نه ما چلی شما رو از کجا پیدا میگیرید؟ کار کردن بگیرم میشه؟ نه برادر خیلی نمیشه. ما خیلی شخصا رو با کار قبول کردن نمیتونیم. نمیشه کنم. نه شما یکم تلفن یکم وای ندارید چلی بود؟ نه بخشش. چنده اکا؟ دونش یا اپتیم. دونا چنده اپتیم چنده اکا؟ دونا دا 20 سومونه اپتیم دا 10 سوم. یعنی چند سومونه اکا؟ اکا 10 سوم اپتیم نمیشه اکا؟ و برای فروش برم اکا بعد استویسته اکا همکاری میکنیم. اپتیم آخی 1000 سوم بولو های برادر؟ اکا نوای دیهات اومدیم 10 سوم دارم اکا. می اکا نمیتونه اکا ولی بعد آینده بسیار میگیرم اکا. خیلی میشه
نه برادرجان سوز را اما شما سوز دید شبر بعدم دو شما گشتن بله رحمت مدار رحمت السلام علیکم اکا بخیر باشه هر برادرجان من بودم خطرین بخیر نمیشه اکا ناسی باشه استاد سمون اکا برای شما دوستی این آب داشته این سامان داشته بار نه لگیره نه برادر سلام علیکم سلام بیو تو دی تگم تی هم بخیر بو دی تگم تی اکا ای رحمت اکا ایوان شاید دلخواه ما هم کارش اومد ریس السلام علیکم اکا همی از ساعت دونا بگیرم نزدیکه اکا چندی میتونم ساعت نمیگی نفتی میگیرم آه اکا نسمید میتونی ساعت بیش اکا سب شد تایور اکا برادر همه سومتر داشتم خدار کرد یک گابل سکر رحمت سلامت بشین اکا خوش اومدی ها سلام علیکم. علیکم سلام. برادر عزیز شما خوبه؟ سازین سلامتتان خوبه؟ این مغازه سیتی پارفیمر همیه یا؟ بله مغازه سیتی پارفیمر. میتونه ما هم صحبت شویم برادر؟ بله میتونه. سلامت باشی. یعنی کی روبر شما نه؟ نه یکا جون. روبر ما نیست. روبر نه و رفت یکا جون. شما روبر نیستی؟ نه یکا جون. میبخشید من میخواستم همراه روبرتون صحبت کنم. شما یک دقیقه 3 روز من برداشت میکنم. الو بار اومدم این اومده سم فهمیدم اومده سم اینا خب رئیس یا لحظه مغازین در میمون اومگیه مهمان اومگیه؟ بله یک مهمان تا من قبول کنم بله رئیس شما قبول میکنید یک کار ندارین مهمونه شما رو من قبول کنم رئیس میمون برای همکاری با اومگیه میگه کلانتر از دم در رهبریت فهمو خیر میرم
سلام علیکم کاکا. این اکا رئیس کدوم؟ السلام علیکم. برادر شما نازنین تیجی. سلامتیتان خوب است؟ شکر شما خوب. ما اومدیم که شاگردتان ایستادگی خواستیم که همراه شما یک همصحبت کنیم. مرحمت باشد بخیر باشد. مرحمت بزرگ بکن. ها؟ بیاید. سلامت باشید برادر شما خوب هستین دیگه. رحمت شما بکن. خوب. سلامت باشید سلامت باشید. برادر ما با یک مقصد خوب اومدیم که همراه شما یعنی که با این مغازه و با همراهی شما همکاری کنیم. شما درباره کار ما درباره دوخی‌های ما معلومات دارین؟ اون قدر نه یک کمی. خب برادر از من برای شما میفهمونم. خب سیتی پرفیوم این کتابی ما است. اینجا نمونه‌های دوخی‌ها. این مقصد کدام نمود دوخی‌هایی که برای شما لازم می‌شود در تگش کدش است. شما از آنها فرمایش می‌دهید چقدر که شما در لازم است ما برای شما پیشکش می‌نماییم. دوخی زنانه مردانه و دوخی که داره که هم زن و هم مرد استفاده می‌برند. همه نمودش در اینجا به شکلی پورگی اومدگی است. بله هر خلاص این همه خیلی که. خب برادر جان یعنی که شما همراه ما همکاری کردنی هستین نه؟ بله بله. خب اگر خوب میشد که همین را با واسطه پشت الکترونیک رمان میکرد ما پورا شناس میشیم. پشت الکترونیک که؟ آها. ما پشت الکترونیک نداریم نیکه که. چی؟ پشت الکترونیک ندارم. نداره؟ نه. بسیار خوب. شما پشت الکترونیک ندارید؟ اینقدر پیشروی، اینقدر مغازه زیبا اگر با فکرم پشت الکترونیک می‌داشتید شما را یافتن بسیار دسترس کردن مشکل بود. نه برادر خطا میکنین. چی؟ بعضا داشتن این نعمت‌ها آدم را به بلندی نمیبرد. من نفهمیدم. شما چی گفتنی هستی؟ بعضا نعمت‌های هست که ما آن را دارا نیستیم اما انسان را به قله‌های بلند زندگی میرساند. اگر من پشت الکترونیک می‌داشتم در یک کارخانه عادی به حیث پاسبان کار می‌کردم.